بنده محمد صالح پردل هستم. زادگاه بنده در شهر بندرعباس در کنار ساحل خلیج فارس. به دنیا آمدم در سال 1342 شمسی و تا مرحله سیکل یا سوم راهنمایی در بندرعباس تحصیل داشتم و از اونجایی که شیخ عزیزی داشتیم به اسم شیخ محمد ضیایی رحمت الله علیه که فکر میکنم کم و بیش شما هم از صحبتان و سخنان این استاد و متفکر بزرگ بهره بردید، چون که زبانشون زبان فارسی و تاجیک هست. ایشون به رحمت خدا رفتن. ایشون انگیزه منو برای ادامه تحصیل در شهر پیامبر در دانشگاه اسلامی مدینه که برای فرزندان جهان اسلام تأسیس شده بود توسط علمای بزرگ جهان اسلام، از جمله امام ابوالحسن ندوی رحمه الله که یکی از بنیانگذاران این دانشگاه بودن، منو تشویق کرد و گفت که فرزندم. من فراموش نمی کنم این علما چقدر مهربانن، همه رو فرزند خودشون میدونن. گفت فرزندم. البته پدرم با ایشون دوست بودن و این دوستی سبب شد که ما هم بهره مند بشیم و از برکات مدینه سهمی نصیب ما بشه. بالاخره خواهش کردم که این پسر منو بفرستید مدینه تا درس بخونه، تا کسب علم بکنه. خواهشات مکرر، تقاضاهای مکرر. شیخ گفت هنوز این بچه شما کوچکه، بذار سنش کاملتر بشه، بذار دیپلم بگیره. بعد گفت نه، پسرم صبر نداره و من خواهش میکنم هر طوری هست ایشونو زودتر بفرست. بالاخره مدارکمونو فرستادن اونجا. بعد از 2 سال قبولی دانشگاه ما در شهر پیامبر صلی الله علیه وسلم بالاخره آمد و ایشون به من بشارت دادن که فرزندم شما قبول شدی، بری درس بخون. من همیشه این فرزندم تو گوش من، پسرم، فرزندم. بالاخره با فضل خداوند و لطف خداوند و دعای خیر پدر و مادر و دوستی پدر و مادر با علما سبب شد که این توفیق هم نصیب ما بشه. همش برمیگرده به خود خداوند. هذا من فضل ربی. این تواضعی است که خداوند به ما یاد داده که در مقابل هر نعمتی نعمتو بر بگردونیم به خودش. و ما بکن من نعمت فمن الله. هرچی نعمت بر شما هست از خودش. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر نعمتهای خدا رو بشمارید قابل شمارش نیست. فضل خدا بی نهایت. من 2 سال دوره زبان عربی رو اونجا خوندم، چون که فارسی زبان هستیم، تاجیکیم دیگه. در ایران البته ملت‌های زیادی زندگی میکنن، کردها یا اکراد، ترک‌ها، ترکمن‌ها، بلوچ‌ها، اما ما فارسی زبان‌ها هستیم یا تاجیک. بله، فارس زبان هستیم و عربی هم که بلد نبودیم. اونجا 2 سال دوره زبان عربی رو گذراندیم، بعد وارد مرحله دیپلم شدیم و من دیپلم و لیسانس رو در دانشکده شریعت اونجا ظرف 4 سال، 3 سالم دیپلم و 2 سال هم دوره لغت، یعنی 9 سال در دانشگاه مدینه بودم. سال 58 یعنی سال اولی که انقلاب در ایران شد. من قبل از انقلاب 2 سال قبل از انقلاب مدارکمو فرستادم، 1 سال بعد از انقلاب پذیرفته شدم. یعنی سال 58 شمسی من رفتم
دانشگاه اسلامی مدینه است. یعنی 30 سال پیش فکر میکنم خیلی از فرزندانم اون موقع به دنیا نیامده بودن. بله، بالاخره 9 سال اونجا بودیم با فضل خداوند و بعد از اینکه اونجا موندیم و کسب فیض کردیم از محضر علما در دانشگاه و همچنین در خود مسجد پیامبر صلی الله علیه وسلم، به مدت 2 سال هم در کشور پاکستان اسلام آباد، دانشگاه اسلامی اسلام آباد، اونجا باز هم مشغول به تحصیل بودم. یعنی جمعاً 11 سال. بعد از اون دیگه برگشتم به ایران و با فضل و توفیق خداوند این برنامه ها خیلی ساده و آرام آرام شروع شد و خودم هم نمیدونم که چطوری شد که الان اینجا در جمع شما هستم. اونم دوباره برمیگرده به فضل خداوند، چون بالاخره خداوند بر هر چیزی قادر هست. ان الله علی کل شیء قدیر. الله فعال لما یرید هست. تعز من تشاء و تذل من تشاء. خداوند است که عزت میبخشه. عزیزمون و سرورمون سوال نمودن که چرا تخلص شما پردل هست. ما قسمی داریم در حکومت به اسم اداره ثبت احوال شخصی، اداره ثبت احوال. خب پدر من یکی از خیرین و یکی از بزرگان منطقه بودن و از وقتی من یاد میدم بچه بودم در این راه بودم و از باب تزکیه نفس و تزکیه خانوادگی نیست، بلکه از باب و اما به نعمت ربک فحدث، با نعمت خدا سخن بگویی. از شجاعت خوبی برخوردار بودن. مأمور ثبت که ایشونو میشناختن برای انتخاب تخلص گفتن شما پردل. بله دیگه تخلص ما شد پردل. حالا من نمیگم من پردل هستم ولی دلم پره. دلم پر هست و خیلی درد دل دارم با همه عزیزان، همونایی که خویشاوندن و همونایی که مسلمانن و همونایی که انسانن. چون انسان 3 تا خویشاوند داره، 3 تا رحم داره. یک رحم خویشاوندی است و یک رحم اسلامی است و یک رحم انسانی است.